تهدید شدم، گفتم میایم خون تو رو صحنه میریزیم. این اتفاقی در مورد پژمان افتاد، همه به رامبد جوان خوش میاد. تئاتر خانه امن مشخص بود که هدفش چیه. یه بندازیمش بره. من خانواده‌ام ایران نیست. سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران اهدا می شود به احسان کرمی، دوست و همکار قدیمی. بعد از سالها، بعد خیلی سال ما تو ونکوور همدیگر رو دیدیم. چقدرم دلم تنگ شده بود، چقدرم خوشحال شدم، چقدرم سورپرایز شدم دیدم. منم همینطور. تقریبا 11 سال پیش از ایران اومدم بیرون. ولی خب میرفتم میومدم. آره میدیدیم هر سال. آره هر سال سر جشنواره بودم. آره کار میکردم، تئاتر کار میکردم، تلویزیون که کمتر دیگه بعد از 98 که نه، ولی سریال و اینا کار میکردم. اون تا دیگه وقتی که اتفاق 1401 افتاد من آمریکا بودم و دیگه تصمیم گرفتم که برنگردم. و این تصمیم خیلی برات حاشیه درست کرد. ما توی یه دوره این تصمیم ها رو میدیدیم از بعضی از هنرمندامون که همه جوره مورد آماج یه سری، حالا نمیتونم بگم تهمت، ولی یه سری کامنت های عجیب و غریب راجع به شماها شنیده شد. شما به لحاظ کاری خیلی خوب داشتی پیش میرفتی. بعد سریال همگناه هم که دیگه اصلا داشت ورق یه شکل دیگه برمیگشت، اما شما تصمیم گرفتی برنگردی. آره واقعا تصمیم گرفتم برنگردم. بعد از اون اتفاق وحشتناک یه روز صبح صورتمو شستم، همجوری تو آینه خودم نگاه کردم، بعد گفتم که مثلا من سال دیگه‌ام میتونم در صورت خودم جلو آینه بشورم و خودم نگاه کنم و از خودم راضی باشم، یا مثلا و یه چیز دیگه هم موقع به ذهنم رسید که اگر که مثلا 10 سال دیگه پسر من از من بپرسه تو اون نقطه عطف تاریخی تو چی کار کردی، من چی بهش بگم من مثلا صفحه پروفایلم رو سیاه کردم یا مثلا عکس مهسا رو گذاشتم و بعد از چند ماه برگشتم و کارمو کردم. دیدم هر چی بگم توجیهه و اگر توجیه کنم گذشته خودم بردم زیر سوال. خب من یه خط در میون بابت چیزای عجیب و غریب ممنوع تصویر می شدم و یه سری حرفایی هم می زدم که آدم باید آزاده باشه، حرف حقو بزنه و خب اون موقع هزینهش در این حد بود که دوباره احضارت کنن، ممنوع تصویرت کنن، ولی خب الان هزینهش رفته بالا. این کار میکنی یا نه؟ و من آدمیم که معتقدم آدم این حرفی که از دهانش در میاد یه اعتباری باید داشته باشه. یه خورده قدیمی شاید فکر میکنم و بعد تصمیم گرفتم که هر هزینه‌ای باشه بدم، ولی گذشته خودمو زیر سوال نبرم. چجوری آدم میتونه سوپاپ اطمینان باشه بعد بره پرچم نازنین شیر و خورشید رو دستش بگیره، در تظاهرات شرکت بکنه و با سرشناسترین مخالف جمهوری اسلامی دیدار داشته باشه، سعی کنه که کمکی باشه برای او و برای بخشی از این جنبش و بعد سوپاپ اطمینان هم باشه. من میخوام الان در جایگاه کامنت هایی که برات میاد، آره خیلی خوبه، نظرها رو بگم. بسیاری ولی عقیدهشون این بود که شماها فلنگو بستین در رفت. اینجا راحت تره، اگه راست میگفتین میموندین تو تهران حرفتون رو میزدین. خب ببین اگه میومدیم تهران هم میگفتن شماها منفعت طلبین، شما که میتونستین اونور دنیا باشین تو آزادی حرف بزنین، صدای مردم باشین، چرا نموندین؟ یعنی هر کاری کنی میگن، یه چیزی بالاخره میگن. ببین تو اون لحظه و تو اون برهه زمانی من فکر میکنم تأثیری که خروج ماها گذاشت خیلی تأثیر گنده‌ای بود. حالا فقط من که نبودم، از من بزرگترش هم این کارو کرد. یعنی حمید فرخ نژاد اومدنش بیرون یه اتفاق بزرگ بود و این یا علی کریمی آمدنش بیرون و حرف زدنش خیلی اتفاق بزرگی بود. ماها که از اونا کوچیکتر بودیم، اما به نظرم خیلی در روحیه مردم تاثیر گذاشت. ببین یه سری کامنت ها هست، کامنت های سوشال میدیاست. من صادقانه بدون ذره ای دروغ یا اغراق این کامنت های این شکلی رو بیرون ندیدم. یعنی تا حالا نشده کسی، خب ما 70 تا اجرا با نمایش پازل رفتیم، مدام کنسرت، مدام تئاتر، همین الان هیچ وقت نشده یه نفر من بیاد بگه که فلنگو بستینا فلنگو بستینا میموندین، یا شما اگه مرد بودین میموندین ایران فلان میکنه. خب ما که تو ایران هم هزینه‌مون رو دادیم، ما که تو ایران هم ممنوع تصویری در سخت ترین شرایط زندگی منو ممنوع تصویر کردن. من نه
تشویقاش خوشحالم میکنه، نه کامنت های منفیش ناراحتم میکنه. چون من بر اساس یه منطقی تصمیم گرفتم این کارو بکنم برای اینکه پس فردا به خودم بدهکار نباشم. سخت و آسون این روزا میگذره، ولی بعدن که من برمیگردم به خودم نگاه میکنم نباید به خودم بدهکار باشم، به این دلیل که دیگه نمیتونم بدهیمو صاف کنم. من اگه به تو بدهکار باشم 10 سال بعد میام بهت میگم مهیا ببخشید اصلا این بدهی با سودش، چون من به تو چی بدهکارم؟ یا عذرخواهی بدهکارم یا پول بدهکارم، تموم میشه میره. ولی من به خودم حرف بدهکارم، به خودم حس بدهکار میشم، به خودم زمان بدهکار میشم و این غیر قابل صاف کردن. بنابراین این کامنت ها رو ما هر موضعی که میگرفتیم وجود داشت. کما که بچه‌هایی که تو ایرانم موندن، حالا اونایی که کشف حجاب کردن یا اونایی که کار کردن یا اونایی که یه تایمی کار نکردن یا اونایی که وصل شدن به حکومت، در مورد همشون این کامنت ها وجود داره. یکی من خیلی سردم، تو سردت نیست؟ سرد نه، جالبه هوا سرده ولی من سردم نیست، لباسام زیاد نیست ولی من خیلی سردم. دوره نمیخوام بگم بدیه، ویژگی این دوره است که باید ازش بگذریم. دوره این که کسی حوصله حرف شنیدن، حوصله دقیق شدن، حوصله تحقیق کردن و اینها رو نداره. سریع احساسشو بروز میده، چون وسیله‌ش هم اینجا قشنگ در اختیارشه، خیلی سریع چیزی میزنه و خاک تو سرت میره. چرا؟ براش هم مهم نیست، فوش میده، تهمت میزنه. میتونه یکی از اونایی که داره کامنت میذاره خاک تو سرت همون باشه که وقتی احسان کرمی رو میبینه میگه آقا من شما رو خیلی انقدر پیش اومده. این تصمیم بیشتر عواقب بدی داشت برات یا اینکه خوب داره پیش میره؟ هم به لحاظ مالی هم به لحاظ اعتباری؟ باورت میشه تا حالا به اینش فکر نکردم. به لحاظ مالی میتونم بگم که خب طبیعتاً تبعات بسیار بسیار سنگینی داره برای من. من تو ایران هم خواننده گروه نوشه بودم، هم بازیگر دو سریال سینمای خانگی خیلی خوب بودم که حالا یکیش نصف کارمون به دلیل کووید و بعدم اتفاقات شبکه مخفی زنان. مهمترین استیج‌های فرهنگی اون مملکت رو من اجرا می‌کردم. از کتاب سال بگیر تا حراج‌های بزرگ کاخ سعدآباد، تا 10 سال جشن خانه سینما، تا جشنواره فجر. این موقعیت و خیلی سخت بود در ابتدا که بپذیرم آقا من بازیگرم در تئاتر، مجریم جلوی دوربین، روی استیج مجری مراسمم، خوانندم و بین اینا تفکیک قائل شده بودم. طبیعتا من صبح که بلند می شدم بیشتر کار رد می کردم تا بپذیرم. با آرامش و آسایش کامل پولمو در می آوردم بدون هیچ فشار. در آمریکا زندگی کردن شوخی نیست. در واقع زندگی این مدلیه در جهان که تو باید کار کنی، حسابی کار کنی، یه سری رفاهیات از حکومتت، دولتت دریافت میکنی، آخر هفته های خوشی رو میتونی سپری بکنی، برنامه ریزی کنی، مثلا یه سفر کوچولو اینا هم بری. عامه مردم اینجوری زندگی. ولی خب من در ایران مثل فریبان نادری زندگی کردم. شاید نه واقعا خب رفاه کامل، درآمد خوب، ولی در همون حال هم من به شدت ناراحت بودم. یعنی تو فکر کن مثلا داری از یک مهمونی خیلی خیلی خوب برمیگردی، خیلی خوش گذشته با دوستات، با کسایی که شاکله ذهنی فرهنگی هنری تو رو تشکیل دادن، نشستیم گپ زدیم و بدون اینکه فکر کنی من نیاز مالی دارم، شب داری برمیگردی خونه و تو سر چهارم میبینی که چند تا بچه، اصلا چرا یه بچه 4 سال ساعت 2 صبح مثلا داره فال میفروشه یا هر چیزی شبیه این و این تو رو منو حالا نابود میکرد. اصلا گفتم خب چه زندگیه؟ یا از در خونه که میای بیرون احساس ناامنی میکنی. نه فقط حکومت، واقعا ما خودمون مردم هم نسبت به هم بیرحم شدیم. حالا اینکه تاثیر چیست بماند که قطعا خود حکومت هم درش دخیله، ولی خب اون فضای سختی بود دیگه. بر من همیشه پول در رتبه دومم نه، شاید 4 و 5 زندگی بود. ولی خب خانواده‌ام شاید جور دیگری فکر میکنن. این ما برداشتی
یه تعهد نسبت به اونو داری. آره اونم دارم. برای همین این بخشش برام سخته. درباره اعتبار و اینها من فکر میکنم آدم باید یک جوری رفتار کنه که آدم بتونه به کارش اعتبار بده. من ایده های شخصیمو بروز نمیدم در نوشتنم یا در بازیم. من اون چیزی رو بروز میدم که قابل انتقال به غیر باشه. نه اینکه بگم خب من الان یه استیجی دارم، یک تماشاچی دارم که آمده نمایش ببینه، من از این فرصت استفاده کنم شعار سیاسی یا ایده های سیاسی خودم مطرح کنم. من هیچ وقت این کارو نمیکنم. میخوام حالا که حرف به اینجا رسید راحت از خانه امن و اسم علیرضا امیرقاسمی راحت نگذریم. ولی احسان کرمی این کارو کرد، باعث قضاوت هم شد. احسان کرمی. Dr. Mazdakni I'm from Berkeley University. Nice to meet you, جناب عالی. دکتر روح الله. این فکر نکن از امریکا اومدن با اون گلابی اما نوشابه رو تو چی میاری؟ نوشابه رو تو باطلی؟ وای او جیزس تو کن نیاری؟ این که میره جایی که خب مثلا رضا پهلوی میاد و پشتش تبلیغات بیشتر از این که بحث نقد جامعه باشه سیاسی میشه کار. چون میگم جنس کارهایی که من از تو توی ایران دیدم، یعنی اون تفکری که از تو میشناختم، یکم برام عجیب بود که وارد این داستان بشی. آره اینو میفهمم. آره نمای بیرونیش جوری بود که این آدمه اینجا چی کار میکنه. میفهمم. اینو میفهمم. انگار که جای احسان کرمی اونجا نیست. درک میکنم. حالا ببین دو سه تا مطلبه. یکی این که آقای امیرقاسمی تو یک آدمی است با دیگه میتونم بگم یک شاکله فکری متعلق به آمریکا، یعنی صنعت سرگرمی نه هنر سرگرمی. و به عنوان یه تهیه کننده موسیقی کارش رو بلده. این که با خیلی از موزیسین هایی که برای مردم اسطوره هستن به مشکل خورده رو هم میبینیم، هممونم متوجهیم و خب اونا در مورد مشکلات خودشون باید حرف بزنن که زدن. در مورد نمایش خانه ام زمانی روی صحنه رفت که من و برزو ارجمند نمایش پازل رو داشتیم و در اوج بود. خیلی کم پیش میاد نمایشی حدود 70 تا اجرا بره خارج از کشور و برای پازل این اتفاق افتاد. ما پازل رو قبل از زن زندگی آزادی کار کرده بودیم و به شکل خیلی خیلی حیرت انگیزی استقبال شد. نه استقبال اصلا نه، اتفاقی که در ایران افتاد در 1401 خیلی منطبق بود با نمایشی که ما کار کردیم. برای همین ما نمایشمون رو تعطیل نکردیم. یعنی حتی در مونتریال من تهدید شدم، گفتم میایم خون تو رو صحنه میریزیم. گفتن از آدرس خونه تو در آمریکا میام با ماشین میزنیم بهت، هیچ کس هم نمیتونه ما رو بگیره. این تهدیدای اینجوری میشوریم که این کار نره رو صحنه. و بعضیاشون میگفتن ما مخالف نظامی و بعضیاشون هم خب مشخص بود که موافق نظام. خب وقتی من رفتم من و تو مهمان من و تو شدم، همه چون حتی خود بچهای من و تو نمیدونستن، فقط 5 نفرشون میدونستن. که من وقتی وارد استودیو شدم همشون مات نگاه میکردن، بعضیشون گریه کردن. حمید فرخنژاد بر من مسیج داد و خیلی تشویقم کرد که دمت گرم و سمت درست تاریخ باشیم. اون موقع حمید ایران بود. من حس کردم که به زودی حمید فرخنژاد یه کاری میکنه و یه روز صبح اتفاقا سر اجرای پازل هم بودیم در شهر اوکلاهوما، دیدم از خواب بیدار شدم دیدم 500 تا مسیج اومده که شماره حمید فرخنژاد رو میخوام. گفتم چی شده؟ دیدم استوری گذاشته و خلاصه بله. وقتی که حمید آمد گفت میخوام کار کنیم، من به برزو گفتم که برزو میگه خب ما سر کاریم دیگه و کارمون داره خیلی خوب پیش میره. ما ماهی حداقل 4 تا اجرا داشتیم. گفتم برزو حمید میخواد بیاد، از ایران هم اومده، حمید فرخنژاد یعنی یه بازیگر بزرگ با یک دستمزد نجومی، بازیگر
واقعا جدی سینما. مهناز رو میخواد بیاره. مهناز دوست بسیار عزیز منه و زیر بار اون تهمت ها که واقعا تهمت بود، حالا اگر یه روزی در مورد صحبت بود من حتما وایسادم حرف میزنم، کمرش داره میشکنه و این بچه تاب آورده و ما بعد الان کنار هم باشیم. ما هی میگیم اتحاد 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 و خب الان ببینن که مثلا حمید و مهناز رفتن دارن یه کار میکنن، من و تو داریم کار خودمون رو میکنیم، این خوشگل نیست. گفتیم اوکی میایم با حداقل دستمزد هم منو برزو حداقل میدونیم، در مورد خودمون میدونم ولی در مورد بقیه بچه‌ها نه. قرارداد بستیم با آقای امیرقاسمی. قرار بود ما طبق قرارداد 30 اجرا بریم. از همون اول من به آقای فرخ نژاد هم گفتم ببین آقای امیرقاسمی تهیه کننده تئاتر نیست، ما مسئله پیدا میکنیم. به خود آقای امیرقاسمی هم من هم برزو گفتیم که آقا شما داریم میگی که ما زیر 800 نفر اگر که آدم بیاد هزینه هامون کاور نمیشه. تو خیلی از شهرهای آمریکا اصلا این امکان وجود نداره، این سالن وجود نداره براش، مردم جمعیت مثلا چه میدونم تو اونور اوکلاهوما 800 تا ایرانی برای تئاتر نمیاد. این تیم فوتبال رئال مادرید نیست که تو بازیکنای خوبو جمع کنی هفته 100,000 تا بیان. تئاتر یه پتانسیلیه. گوشنگر گفت نه قربون شکلت اینجا آمریکاست، اینجوری درستش میکنم و خب نشد، یعنی همون اتفاق افتاد. ما به لحاظ کاری و قراردادی پولمون رو از آقای امیرقاسمی گرفتیم و به لحاظ شکل بیرونی هم آقای امیرقاسمی امکانات خوب، هتل خوب، خیلی خیلی ویترین کارش شیک و ترتمیز. مهناز ناراحتی هایی داشت. آقای امیرقاسمی با حمید فرخ‌نژاد به هر حال دوست، هنوزم دوستم، ما هم هنوز سلام علیکمون رو داریم، ولی مسئله اینجا بود که بله پروداکشن متن هم، چون به خود آقای امیرقاسمی و حمید جان هم عرض کرده بودم این نمایشی نبود که من یه برزو بازی بکنیم در شرایط نرمال. حتی ما به آقای فرخ نژاد و آقای امیرقاسمی پیشنهاد دادیم که اصلا این دوتا نقش ما رو حذف کنه، یعنی گفتیم مهناز و حمید کافی هم. بعد فرزین هم بازیگر درجه که تئاتر فرشیدم خیلی خوبه. گفتم نه، ما هم رفتیم و خب خیلی هم راستشو بخوایم اون دو نقش مورد توجه مردم قرار گرفت، ولی من نقش خودم رو دوست نداشتم، خیلی جا بعضی از صحنه‌ها رو دلم نمیخواست بازی کنم، ولی آقای امیرقاسمی قبولون به حمید که من اونها رو بازی کنم و من به عنوان بازیگر وظیفه‌ام بود بازی کنم. در مورد آمدن شاهزاده رضا پهلوی رو دعوت کردیم. من سر پازلم ایشون رو دعوت کردم، سر کارهای دیگه‌مون هم دعوت خواهم کرد. به دلیل علاقه‌ای که بهشون دارم ایشون میان میبینن، یعنی ربطی به چیز نداره، ما نمایشمون رو سیاسی بکنیم نداره. به هر حال نمایش خانه هم یه رویکرد اجتماعی، منتها مال با رویکردی که آقای امیرقاسمی داشت میگفت یه بخش کمدی خیلی یعنی کمدی خیلی زیاد هم باید درش گنجونده بشه. به هر حال نمایش اجتماعی بود. حالا چون اینجا مستقیم اسم رضا پهلوی رو آوردی، اگه دوست داری مشخصش کن که با کاراکتر خودش خیلی حال میکنی یا اینکه نه احسان کرمی سلطنت طلب است و فلان؟ نه، من خدمت خود شاهزاده رضا پهلوی هم روز اول گفتم که من جمهوریت خواه هستم ولی به دلیل ویژگی هایی که ایشون دارن، یعنی من تو آمریکا درخواست کردم که برم واشنگتن و ایشون رو ببینم. ایشون گفت خب میخوای زوم میتینگ، یعنی از طریق دفترشون زوم میتینگ؟ گفتم من میخوام حضوری خدمت شما برسم. رفتیم و با ایشون صحبت کردیم ساعت‌ها، یعنی من یه دفترچه‌ای تهیه کردم به همراه برزو رفتیم واشنگتن، با بچه‌های همکارمون در ایران صحبت کردم مفصل. سوالا گفتم من دارم میرم یه همچین دیداری دارم، شماها سوالهاتون رو بگین، موضع‌گیریاتون رو بگین، من برم از ایشون بپرسم، چون خیلی بله. و مفصل با بچه‌های ایران من صحبت کردم و ساعت‌ها ایشون هم وقت گذاشت، همه رو شنید، همه رو پاسخ داد. من بی پرده اون چیزهایی که به نظرم ضعف می اومد بهشون انتقال دادم، در مورد تک تکش با من صحبت کردن و بنابراین من احساس کردم که یعنی هر دو، هم من هم برزو و بعد هم جان، که واقعا تنها کسی که الان ما داریم که هم وجاهت سیاسی داره، هم برای این کار تربیت شده و هم بسیار آدم آزادی خواهیه و خودشه، یعنی کاملا بدون هیچ شیله پیله خودش، فقط شاهزاده رضا پهلوی. و این ماجرا بعد از کمپین وکالت میدهم بود، ما هنوز شاهزاده رو ندیده بودیم که کمپین وکالت میدهم و به پیشنهاد حمید فرخ نژاد من در اینترنت ایجاد کردم. پیش از اون هم هشتگش رو آقای سعید حافظی داغ کرده بود. بنابراین نه، من پادشاهی خواه نیستم، جمهوریت خواه هستم، ولی
طبیعتا در ایران فردا این باید به رأی عموم گذاشته بشه و طبیعتا چه جمهوری چه پادشاهی هر آنچه که رأی مردم باشه اونه. فکر نمی کنم ما ایران رو دوباره مثل دهه 60 ببینیم که بعد از اینکه جمهوری اسلامی پا گرفت حالا یه عده بلندشن بگن نه آقا ما اصلا اینو نمیخواستیم و نیستیم و اینا. فکر میکنم که ما دو راه داریم دیگه، یا پادشاهی مشروطه است یا جمهوری. نمیتونیم بگیم که این نه اون، میتونیم بگیم اولویت یک اولویت دو. بنابراین من حکومت آینده هرچی که رأی مردم باشه در چارچوبش تا جایی که به اون 4 اصل تمامیت ارضی و آزادی و جدای دین از سیاست و سکولاریسم و اینها باشه، پرچم واحد باشه، من کاملا احترام میذارم. پوشش و لباس خیلی حوزه مهمیه، هم باید خیلی طراحامون هم خیلی آقایون هم خیلی خانم ها در این حوزه دقت کنن، لطفا یه لباسایی بپوشن که جامعه هم بپذیره این مدل پوشش رو و حاشیه الکی اصلا به درد نمیخوره. آقا خالتون چطور؟ خیلی خوبم. خب شکر خدا. کاشف شما آقای ضابطیانن؟ کاشف من کسی که من به تلویزیون آورد آقای منصور ضابطیان نقره. بله بله. ولی الان داره به یه سمتی میره که بچهای داخل ایران هم دارن این کارو میکنن. یعنی من هنوز نمیدونم الان علی ضیا کدوموریه در واقع همچنان مجری کشور ایران دیگه، حالا نگیم جمهوری اسلامی، ولی یه دفعه شهرام شب‌پره و اصلا یه چیزای متفاوتی هست. نه بذار بهت بگم دقیقاً خط ماجرا چیه. حاشیه از اینجا شروع شد که بچه‌ها اومدن بیرون و با هنرمندهای لس آنجلسی برخوردن، یعنی اومدن بیرون و این اتفاق افتاد و این فضا رو برای خودشون ایجاد کردن. کم کم رفتیم به این سمت که دارن از ایران این ارتباط رو برقرار میکنن. حتی مثلا سالهای پیش اگر که هنرمندای ما کنسرت گوگوش یا ابی یا حالا هر کدوم از خواننده‌های اینجا میرفتن، ترجیحشون این بود که عکسش بیرون در نیاد. الان خیلی با افتخار خودشون تو صفحه‌هاشون میذارن. یه بخشش میتونه به دلیل مبارزه‌های پی در پی باشه که تو خود ایران اتفاق افتاد. که برای کسی که تو رسانه کار میکنه، یعنی ما هر چقدر هم که بگیم که بابا جان در ایران هیچ رسانه شخصی وجود نداشت، هیچ کمپانی فردی وجود نداشت، تمامی رسانه‌ها زیر نظر سیستم حکومتی نداریم. آره، نه زیر نظر سیستم حکومتیه. یعنی تفکر حکومتی همچنان بر تمام رسانه‌ها غالبه. بله. بنابراین اینجا یه ذره این داستانه پیش میاد که واقعا یکی مثل علی ضیا از شجاعت مردم داره استفاده میکنه و اینوری میره، یا حکومت شل کرده، یا داستان چیه؟ ببین اولا که این نتیجه انقلاب 1401. وقتی میگیم انقلاب یعنی یک چیزی کن فیکون بشه، به قبلش دیگه بر نگرده، یه نقطه عطفه. خب این مال وقتیه که طرف تکلیفش با خودش و رسانه‌ای که توشه مشخصه. نه اصلا دارم به عنوان اجتماع میگم، یعنی دیگه الان تو ایران مردم مثل قبل از 1401 حتی لباس نمیپوشن، حرف نمیزنن، یه جور دیگه شدن. حکومت حریف نمیشه از یه جایی، بنابراین میگه خیلی خوب آقا من یه رسانه‌ام، شهرام شب‌پره محبوبه، در محبوبیت شهرام شب، من فکر نمی‌کنم ما آدم به محبوبیت شهرام شب‌پره داشته باشیم. یک محبوبیت تمام تاریخ، آره، و در تمام این 50 خورده سال که میخونه محبوب بوده. آره. هرچی هم خونده مردم خوششون اومد، دوستش دارن، یعنی مثل قند میمونه این آدم. خب یه بر معادل مثلا محبوبیت شهرام شب‌پره است و ما، یعنی حداقل من میدونم که جمهوری اسلامی از روز اول در صدد مصادره کردنه. حالا ملک، زمین، محبوبیت، شخصیت، هنر، همه رو میخواد مصادره کنه. یه کسی هم داره به اسم علی ضیا که اگه لازم بشه پای منبر سید حدادیان روزه میخونه، لازم بشه برای قاسم سلیمانی هم که اشک میریزه، لازم بشه از رانتش استفاده میکنه، با همراه اول ماسک بدون فیلتر تولید میکنه، میلیاردها تومان سود نامشروع به جیب میزنه، میره تو رامسر ویلا سازی کنه، رام هتل سازی کنه، میره تو ترکیه ملک میخره فلان. یعنی چکیده اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد. یه بچه حرف گوش کن که با پول و رانت و اینا میشه تو بغلمون نگهش داریم، بعدم مثل خیلی های دیگه بندازیمش بره. خب پس علی رو میذاریم، شهرام شب‌پره رو میاریم،
و بعدش دیگه مهم نیست چه اتفاقی میفته، ما اینو آوردیم. یا مثلا در برنامه رامبو مثلا امیرحسین رستمی میاد عروسک اندی و شهرام شب‌پروسی و قمیشی رو میاره، حالا بعدش جلوشو میگیرن یا چه اتفاقی میفته من نمیدونم. اینا با هم متفاوته. ولی یه اتفاقی که افتاد این بود که بچه‌ای که میومدن آمریکا، از ایران میومدن آمریکا، درسته که با مجبور بودن با مجوز ارشاد، مثلا کنسرت میخوای بذاری باید مجوز ارشاد باشه، حتی میخوای بذاری باید بیان بازبینی کنن فلان. هرچند که ما مثلا در بازبینی، من یه بار این اتفاق افتاد که در ایران بازبینی رفتم، در کانادا اجرا، ما مثلا در بازبینی اجرای دیگه کردیم، مثلا موضوع یه چیزی بداهه رفتیم واسه خودمون یه برنامه اجرایی بداهه کردیم، اومدیم اینجا کار خودمون. باعث شد که این دیوار بی ارتباطی بشکنه. یعنی مثلا آقای پرویز صیاد که یک آرتیست درجه 1 سینما ایران بوده، چه در مقام بازیگر، کارگردان یا تهیه کننده، که این دیفالت ذهنیش بود که هر کس الان تو ایران داره کار هنری میکنه پس وابسته به جمهوری اسلامیه، بیاد با بچه‌ها حرف بزنه، آشنا بشه و متوجه بشه که نه، اینجوری نیست. و این سبب پیوندی شد بین آرتیستای ایران و آرتیستای آمریکا، آرتیستایی که حداقل تلاش میکنن مستقل باشن، و این خیلی به جمهوری اسلامی داره ضربه میزنه. یعنی الان دیگه اینجوری نیست که یه آرتیستی در ایران یه بلایی سرش بیاد و همه تو آمریکا ساکت بشینن کار خودشونو بکنن. در واقع این آرتیست‌های ایران بودن، این جمعیت ایران بود که از آرتیست‌های به اصطلاح لس آنجلسی خواست و پاشونو باز کرد به اجتماع ایران. حتی گاهی اوقات من 50 سال 40 سال اونها ایران نبودن، حتی باورشون نمیشه خیلیاشون که اینجور در ایران مهمن، یعنی موزگیرشون تعیین کننده است. برای این دو بخشه، یکی سوء استفاده حکومت از طریق آدمایی مثل علی ضیا از آدمایی که خارج از کشورن، یکی هم یک ارتباط آزاد بین آرتیستای ایران و آرتیستایی که در آمریکا زندگی می‌کنن. یعنی آدمایی که از ایران میان همه آرزوشونه که بهروز وثوقی رو ببینن. اتفاقی که الان افتاده حاصل، میگم برای هم میگم انقلاب. آره من برام چون جالب میفته راستش بخوای تو که دوستمی رو نمیتونم تشخیص بدم از علی ضیا. ببین یه وقتایی یه چیزایی آدم میشنوه آدم میگه نکنه من واقعا نکنه من، یعنی به خود اینقدر روشن بهت تهمت میزنن که میگی نکنه منم بعد اصلا از این بازی یه زمانی خیلی برام مهم بود هوای دوستامو داشته باشم، حداقل در حد یه استوری، در حد اینکه به دور و بریام بگم نه بابا اینجوری نیست. جرأت اینکه از کسی دفاع کنم ندارم. میفهمم، ولی باز این وسط یه چیزهای دیگه هم هست. اولا در خود ایران هم همین، یعنی چون من روزانه با 10 نفر از دوستای بازیگرم حداقل در تماسم، خیلی هاشون میگن من دیگه نمیتونم میگم با فلانی، از فلانی چه خبر؟ میگه هیچی. میگم اون که دوست صمیمیمون، میگه ببین نمیتونم اطمینان کنم، به هیچ کس اطمینان نمیتونم بکنم، و همه همینو میگن. الان مثلا تو برگشتی گفتی که اگر یه جا صحبتی بشه در رابطه با مهناز افشار من میایستم و دفاع من همیشه این کارو کردم. ولی من حتی میگم مثلا مطمئنی میخوای این کارو بکنی؟ خیلی ریسک بزرگیه. ببین رفاقت اینجا معلوم میشه. ببین من هنوز که همون دوره ماجرای مهناز که مطرح شد، اونم تقریبا قبل از زن زندگی آزادی بود که این مردک رائفی پور یه چیزی گفته بود درباره مهناز، منم یه پاسخ دادم و نمیدونی چه اتفاقایی افتاد که چه تهدیدایی شدم و اینها، چه شایعاتی درست کردن که من تماس گرفتم. اون موقع میگم هنوز زن زندگی آزادی نبود. تماس گرفتم با اون آقایی که من رو در اطلاعات سپاه احضار میکرد، گفتم ببین یه همچین شایعی درست شده در مورد من، شایعه خیلی زشت که واقعا نمیخوام بگم، درباره یه خانم بازیگر که اون بسیار آدم شریف، واقعا شریف. گفتم من آقای فلانی، من اگر کسی خاک نشینم کنه تا خاکستر نشینش کنم ول نمیکنم، اینو تا فردا جمعش کنین، وگرنه من شروع میکنم. میدونین که من کجا دارم زندگی میکنم، امکاناتی هم که در اختیارم هست میشناسین، اون وقت من شروع میکنم. و خدا شاهده 24 ساعت بعد اثری در اینترنت از اون نبود، از اون شایعه و اون ماجراها نبود. خیلی ممنونم. من نمیدونستم قراره سورپرایز شم. صبر کن آقا. من روزی که رفتم من و تو، همه به رامبد جوان فحش میدادن، همه به آقای پرستویی بد میگفتن. من وایسادم و از رامبد دفاع کردم
و از آقای پرستویی هم بدن اینکه باور داشتم و میدونستم رامبد داره اون موقع چیکار میکنه. رفاقت تاوان داره، شوخی بردارم. من هر جا، هنوزم همین، هر جا به هر کدوم از دوستان که تهمتی زده شد یا حقشون ناحق شد وایستادم، هنوزم وای میسم. بی دلیل نه، یعنی یه مبنایی داشته باشم که دفاع کنم. آره، یعنی خیلی فقط بر حسب رفاقت نبود، نه، حقیقتی پشت اون. ببین در مورد پژمان این اتفاقی در مورد پژمان افتاد. خب تازه من با پژمان رفاقت صمیمی چیز که داشتیم، دوست بودیم. مثلا یه بار هم نمایشنامه خوانی کردیم، چند جا مهمونی رفتیم، خندیدیم با هم. من واقعا نمیدونم چه اتفاقی افتاده، ولی اون چیزی که گفتم آقا آدمی که تجاوز کرده باید حتما به اشد مجازات برسه. ولی باورم هم نمیشه که پژمانی که من میشناسم باورم نمیشه تجاوز کرده باشه. این موضع منه. نیومدم بگم اومدن براش پاپوش درست کنن فلان، چون نمیدونم. آره، خیلی هم نمیشه دفاع کرد. آره، در یه حدی. ولی در مورد مهناز، در مورد رامبد، در مورد آزاده صمدی، در مورد آقای پرویز پرستویی، در مورد این آدما من سفت وای میسم. در مورد شخص مهناز یا همسرش؟ هم شخص مهناز ببین اون مثلا در مورد ماجرای شیر خشک من سفت وای میسم. یک دروغ مطلق، چون از الف تا ی من در جریان ماجرا بود. حل دیگه. آره، یک دروغ مطلق صرفا برای بازی‌های سیاسی که بین اصلاح طلبان و اصولگراها و پدر یاسین و یاسین وجود داشت. همین، فقط همین. پدری که حاضر فرزندش از ریشه بزنه به دلیل اینکه در یک تیم دیگری است. حتی 1% به این فکر نمی‌کنین که اگه ایران بودی هم میتونستی مبارزه کنی؟ اینجوری نه. پس دم اونایی که الان تو ایران خیلی راه صاف کردن گرم. آره، ببین آخه مسئله اینه که ببین اگه من ایران بودم الان اگه می‌خواستم مبارزه کنم تو زندان بودم دیگه. مثلا اینم یکی دیگه از سوالای من از بچهای ایران بود دیگه، که چرا نمیگیرنتون؟ ببین اولا یه چیزی بهت بگم، باز الان نمیتونم اسم ببرم. یه کارگردانی اومد یه فیلمی زیرزمینی داشت میساخت، این بچه‌ها رو 40 نفر آدمو گرفتن، حالا هی میبرن هی میارن و بهشون میگن اگر صداتون در بیاد تهدید 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 تهدید. خب اونا هم سیستم خودشونو دارن. اون آدم‌ها هم میدونن اگر خانم ایکس یا آقای ایگرگو بگیرن براشون هزینه داره. گرفتار کردن ترانه یا هنگامه شوخی نیست. خب هزینه داره برای اینا. گرفتن مثلا مگه حریف علیدایی مگه میتونن بشن؟ مگه شوخیه؟ بعد الان انقدر اینا سمن دارن یا سمن توش گمه، حالا بیام به فلان بازیگرم بند بکنن. و ضمن اینکه همین سوالتون نشون میده که اتفاقا سیاست بعدی شاید نیست. چون یه عده میگن بابا این سوپاپ اطمینانه دیگه. آقا اصلا چیزی به اسم سوپاپ اطمینان در جمهوری اسلامی نیست. اصلا اینقدر عقلشو نداشتن هیچ وقت. به ما گفتن برنامه اکنون رو میگن کاملا سوپاپ اطمینان. اکنون کدومه؟ سروش صحت. میبینی برنامه. خب چرا میگن؟ دلیلشو بگن من خیلی خوشحال میشم. مهمونایی تو برنامه میاره و پیام‌هایی گفته میشه که کاملا یه جاهایی به خود حکومت میزنه. مخصوصا توی اون دوره جنگ 12 روزه اصلا مباحثی که بیانش میکرد، خب من که خیلی لذت میبردم، ولی واقعا میگم الان من تو دوره شک زندگیمم دیگه به عنوان یه رسانه چی، پس این چجوری برنامه میسازه؟ و یه نکته دیگه که همه این پلتفرما در نهایت تحت نظر سیستم دارن عمل میکنن. شما هیچ وقت این احتمال رو ندادین که آدم‌هایی در درون سیستم، در لباس سیستم دارن تلاش میکنن تا این سیستم بریزه. وقتی تاریخ انقلاب 57 رو مرور میکنی میبینی کسانی در لباس سیستم پادشاهی کمک کردن که سیستم پادشاهی در ایران فرو بریزه. خب اینو نگه داریم یه لحظه، ببخشید وسط حرفت. حالا آدمایی که اینجا یعنی از کشور، تو رو نمیگم اومدن بیرون و دارن خیلی جدی فقط مبارزه سیاسی میکنن، مشکلشون با اونا اینه که بابا شما اگه رنگتون رنگ ما بشه حکومت زودتر فرو میریزه. مستاق بخوام برات بزنم، همین الان ژاله صامتی اینجا داره تئاتر اجرا میکنه و همه بهش میگن که همه که نه، اون قشری که دارن ازش خورده میگیرن که تو اومدی با حجاب اسلامی اینجا، در صورتی که خب یه سوال پیش میاد، مردای ایرانی که میان اینجا کنسرت میذارن، خواننده‌ای که از ایران میان، خب مردن دیگه، حجاب ندارن، چرا کسی به اونا گیر نمیده؟ دادن دیگه. نه، اومدن کنسرتشون رو گذاشتن برگشتن. اما ژاله صامتی به حکم زن بودن و زن ایرانی در کشور جمهوری اسلامی بودن مجبوره که اینجا بیاد با حجاب حالا هر شکلی یه چیزی اجرا کنه برگرده. ببین یه درسم میگن آقا من بازیگرم.
دیگه به این فکر نمیکنه که این بازیگر اعتبارش رو بالاخره از مردم میگیره دیگه. من اصلا شعار مردمی بودن و اینا هیچ وقت نمیدم، ولی اعتبارت از مردم میگیری یا نه؟ آره دیگه، اگه مردم نه کارتو ببینن که به این فکر نمیکنه. میگه آقا من بازیگرم، وظیفه‌م اینه که خوب بازی کنم، خوب صحنه گردانی کنم، خوب جلوی دوربین برم یا رو صحنه برم. اون اینجوری فکر میکنه. یه عده هستن شجاع نیستن آقا، اصلا شجاعت این کارو ندارن. اصلا من دارم پول در میارم آقا، اصلا مسئولیت بچه‌م با منه، اصلا خانواده من در اولویت، ولی مثلا فلان نمایشو با فلان مضمون میبرم رو صحنه، تلاش میکنم اینا رو گول بزنم. مثلا نمایش 300 ببین خیلی موضع منفی در موردش هست، دوستای صمیمی خودم، من موضع منفی نمیگیرم. من میگم اون متن، چون متن رو میشناسم، اون حرفایی که رو صحنه زده میشه بهتر از اینه که زده نشه. این که مردم بیان تو سالن 2000 نفر یهو 100 نفر بگن زن زندگی آزادی، ارزشش بهتر و بیشتر از اینه که 300 تولید نشه و بیرون نیاد. یه وقت تو میدونی یه بازیگری، یه آدمی با شواهد وصل به جمهوری اسلامیه. آقای مهران رجبی مثلا میاد اینجا فلان کارو میکنه، تکلیفش معلومه دیگه، میگه آقا ما هستم. مجید واشقانی تکلیفش با مردم معلوم کرده، طرفدارای حکومت براش قش و ضعف میکنن و بقیه مردم هم که تکلیفشون معلوم. اصولا ما سیستم تصمیم گیری در جمهوری اسلامی نداریم، تصمیم گیری واحد. بنابراین یهو تو میبینی در قالب یک برنامه‌ای مثل اکنون یه حرفایی زده میشه که تو تعجب میکنی و بعد چی براشون خوشاینده که بگن اینا سوپاپ اطمینانن، مردم بگن سوپاپ اطمینانن، اونا بگن آره سوپاپ اطمینانن فلانن، بذار بگن این حرفا ضرری نداره. یعنی حکومت عقب نشینی کرده. ولی این رو بدونید که در خود سیستم، در خود سازمان صدا و سیما، در حالا سازمان صدا و سیما که هیچ، در معاونت سیاسی که دیگه بسته ترین جای صدا و سیماست، آدم‌هایی هستن که دارن برای سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش میکنن، برنامه‌ریزی میکنن، حتما موفق میشن. در وزارت ارشاد هستن آدمایی که دارن تلاش میکنن این بازی تموم شه. ما نمیدونید چقدر رفتیم اومدیم تا بتونیم این کاری انجام بدیم. هر روز رفتیم اومدیم، یه روز میگه شهرتون مشکل داره، یه روز میگه کارتون اینجوریه. البته شما طبیعتا شرایطتون فرق میکنه، ولی من با این رفتاری که از این دوستان این مجموعه میبینم استاد فکر میکنم تا 100 سال دیگه به امثال ماها مجوز نده. من یه چیزی بگم، شما یه قطعه‌ای دارین دختره که ژولیده چقدر زیباست. اینو من بچهای مدرسه موزیک شنیدم. اگه اجازه بدید یه دقیقه اینو براتون اینجا بزنم. خب بریم یه ذره سراغ خودت، چیکار میکنی؟ هر کاری بشه دیگه. هرچی بار بخوره. هرچی بار بخوره. نه اتفاقا در حال کار با گروه نمایش لیلی هستم به عنوان نویسنده و البته سعی میکنم به عنوان مثلا مدیر تولیدم کمک بکنم. با گروه فارسی بند که سرپرستش حمید سعیدیه و تنها ایرانیه که تروفی گرمی رو برده، چون داریم ایرانی‌ها که تقدیر دارن از گرمی. البته شروین حاجی پور هم اونو برده ولی به عنوان ترانه اجتماعی. خلاصه با گروه فارسی بند داریم کار میکنیم، در حال ضبط آلبومیم. همینجا تو ونکوور که کنسرت آقای نوجوکی رو داشتم که میزبان کنسرت بودم و چند تا قطعه رو باشون خوندم. کارگاه برگزار میکنم. در مسیر پیش تولید یک ویدیوکست هستم. امیدوارم همه چیز خوب پیش بره و بتونیم به زودی این ویدیوکست رو تولید بکنیم. چون من این طرحو مدت‌ها بود داشتم و منتها اسپانسر می‌خواستم برای اینکه برنامه فقط بتونه تولید بشه، یعنی پولی برای خودم نه، فقط نه که پول نگیرم طبیعتاً، ولی برنامه رو بتونیم تولید کنیم. یه اسپانسر اومده و پای کار وایساده. فکر نمی‌کنم بیش از 2-3 ماه ایشالا طول بکشه، از 2-3 ماه دیگه. آره 3 سال دنبال اسپانسر گشتم. نه اصلا اینو بهت بگم که اصلا این خبرها نیست. بذار من گلایه ها من بکنم از جامعه ایرانی خارج از کشور. یه درصد زیادی از ایرانیای لس آنجلس، ما در بین ایرانیان لس آنجلس آدمای بسیار سطح بالای فرهنگی داریم، بسیار سطح بالا، ولی یه قسمت پرشماری از ایرانیانی که در اون خطه به خصوص زندگی میکنن هر چی ویژگی بد آمریکایی‌ها بوده گرفتن، هر چی ویژگی بد ایرانیان بوده گرفتن و یه خورده فرهنگی رو برای خودشون به وجود آوردن که نه ربطی به فرهنگ ایران داره نه ربطی به فرهنگ آمریکایی. به محض اینکه میگی تئاتر میگه کمدیه، میگم نه ولی لحظه‌های کمیک هم داره. نه بابا
حوصله ندارم. این اصلا مد شده که ما فقط باید بریم برقصیم و بنوشیم و بیخیال باشیم. یعنی در فکر رو تعطیل کنیم، حوصله‌اش رو نداریم. برای نمایش لیلی که یک نمایش، نه اینکه چون من نوشتمش، یه نمایش مهم اجتماعیه، اصلا به من کسی کاری نداشته باشه. خانم شبنم طلویی کار کرده، اصلا درباره ایران امروزه، درباره زنای و همه بر مبنای قصه های واقعی. این نمایش حمایت نمیشه. طرف میگه که نه من آخه میرم ایران میام. بعد همون آدمه که میگه من میرم ایران میام به من میگه آقا به رضا پهلوی بگین این کارو بکنه اون کارو بکنه، چرا آقا تو یه با مایی یا با اونایی؟ آخه یعنی چی؟ کنسه های اینجوری هم میدن و بعد که بهشون میگی تظاهراته بیام، آخه میریم ایران میایم. آقا چرا حرف میزنی؟ چون شماها بزرگترین حامی وضع موجودین. ایرانیانی که در خارج از کشور گرفتن نشستن، رفاه دارن، پول در میارن، به 1000 مدل از دولت آمریکا کمک میگیرن، 1000 جور مانیفست صادر میکنن که باید اینجوری بشه اینجوری بشه اینجوری بشه اینجوری بشه، برای عالم آدم نسخه میپیچن. بعد درست موقعی که باید یک قدم بردارن برای حمایت کردن، اونم نه حمایت ویژه، من نمیگم بیان مثلا نمایش لیلی رو $10,000 کسی بده، اصلا از اینا که رویاست. آقا بیاین یه جایی جمع شیم، پرچم ایران دست بگیریم، اصلا یه جایی جمع شیم. آره چون اصلا پرچم دست گرفتن داستانه، وسطش چی باشه؟ خب همین، من مشکلم همینه که ما فکر نمی کنیم دیگه. اصلا به قول تو پرچم هم دست وایسا. نه آخه ما میریم ایران، من خانواده‌ام ایرانه. من خانواده‌ام ایران نیست؟ مگه حمید فرخ‌نژاد خانواده‌اش ایران نیست؟ مگه برزود زندگیشو نگرفتن؟ خب بابا من نمیگم همه مثل ما باشن، همه نمیتونن، ولی بابا یه جای حضور پیدا بکنین یا اینکه به کارتون برسید. قشر خیلی خوب داریم که من فکر می‌کنم این سالا خیلی بیشتر شده به دلیل ازدیاد مهاجران، به خصوص در ونکوور. برای همین من اینقدر راغبم به اجرا در ونکوور. اینا رو چطور می‌بینی؟ خب ببین نسل جدیدیه که اومده، نسلیه که تو 20 سال 15 سال اخیر مهاجرت کرده، براش تئاتر مهمه. ببین دیشب ما میریم در یک سالن 250 نفره یک اجرای تمیز شسته رفته نگاه میکنیم و مردم هم استقبال میکنن. آرتیستی مثل فرهاد صبا میاد نگاه میکنه اون نمایش، شاهرخ مشکین قلم میاد نگاه میکنه و همه راضی ان. من نمیگم اینجا توقع یک شاهکار داشته باشیم. استاد همه ما آقای بیضایی خب طبیعتا نمیتونه کاری که در ایران اون شاهکارها رو به همون، چون ابزارش در اینجا نیست، در آمریکا و کانادا نیست، ولی روح و روان آدم‌هایی که این اواخر مهاجرت کردن به آمریکای شمالی به هر حال ارضا میشه فضای تئاتر. ولی به نظرت میتونن سلیقه عمومی رو عوض کنن؟ خیلی ما داریم تلاشمون همینه دیگه، یعنی تلاشمون رو داریم میکنیم، ولی با این توجیه که آخه اینجا آمریکاست. من اصلا به جغرافیا کار ندارم، من میگم یه چارچوب حرفه‌ای در تئاتر وجود داره، اون رو نشون بدیم. یواش یواش درست میشه. تئاتر تو سبد خرید، به قول برزو همیشه میگه باید بره تو سبد خرید خانواده‌های اینجا. سخته، خیلی سخته، ولی این سخت بودن هم تا الان باعث نشده من بگم که خیلی خوب لیلی ننویسم، چه میدونم کمدی بنویسم یا متن کمدی کار کنم. این کارو هم اگر بکنم نمیگم کمدی کار نمیکنم، اتفاقا دارم به کمدی کار فکر میکنم، ولی کمدی که یه جریان اجتماعی هم پشتش باشه دیگه. وگرنه خب می‌خواستم کمدی کار کنم ایران میمونم کارامو میکنم، چرا بیام اینجا؟ خالی از معناست، میدونی؟ اعلام شکسته. بریم 3 4 نه این نیست. محکم سرحال قبلا.
آفرین.